بررسی همراه میشویم با مسکا صافی، خبرنگار میدانی کاکتوس نیوز در استودیوی دیگر کاکتوس نیوز. مسکا سلام، وضعیت در مرز و پشت پرده این تنش‌ها چگونه است و چه میگذرد؟ سپاس مختار. پس از حمله که روز گذشته در وزیرستان شمالی که هم مرز با افغانستان می باشد حمله انتحاری رخ داده، در نتیجه این حمله حدود 13 سرباز پاکستان کشته شده و چندین تن دیگر هم زخم برداشته. ارتش پاکستان می گوید که در این حمله دست هند می باشد و رسانه‌های پاکستانی می گوید که مسئولیت این حمله را شبکه حافظ گل بهادر که البته یکی از شاخه‌های از تحریک طالبان پاکستان یا TTP می باشد بر عهده گرفته. رسانه‌های پاکستانی این را هم میگوید که پناهگاه‌های این گروه در خوست افغانستان یعنی در ولایت خوست می باشد. البته در آنجا پایگاه سراج الدین حقانی هست که او هم دوست پاکستان و هم دوست تحریک طالبان پاکستان می باشد. رسانه‌های پاکستانی و به ویژه ارتش پاکستان پس از این حمله گفته که در این حمله هند گروه‌های تروریستی را حمایت کرده. عاصم منیر که رئیس کل ارتش پاکستان می باشد، او در مراسم تشییع جنازه قربانیان این حمله گفته که عاملان این حمله البته تعقیب می گردد و عامل اصلی تروریسم افشا می گردد. او صراحتاً اشاره به هند کرده و گفته که در چنین حملات دست هند می باشه که آن را دلی رد کرده و گفته که این بیانهای تحریک آمیز می باشد. از سوی دیگر مختار اگر دیده شود پس از تنش‌های نظامی میان هند و پاکستان در این اواخر حملاتی که در خیبر پختونخوا یا بلوچستان صورت میگیرد، پاکستان همواره میگوید که در این حملات دست هند می باشد و میگوید که هند از گروه های تروریستی حمایت می کند. حتی چندین واژه که گروه های تروریستی که در بلوچستان هستند یا گروه آزادی بخش بلوچ، با آنها پاکستان واژه فتنه هندوستان استفاده می کند و کسانی که البته در خیبر پختونخوا می جنگند گروه های تحریک طالبان پاکستان آنها را فتنه الخوارج می نامند. اگر دیده شود پیش از این حمله یا حملاتی که پس از تنش هند و پاکستان صورت گرفته، زمانی که حملات در خیبر پختونخوا به ویژه رخ می داده و حملات را تحریک طالبان پاکستان انجام داده باشه یا هم انجام داده بود، پاکستان با چندین بار صراحتاً و همچنین مقام های پاکستانی گفته که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود و از حکومت طالبان هم خواسته تا علیه این گروه ها اقدام جدی انجام دهد و مانع فعالیت های تروریستیشون علیه پاکستان شود و نیز گفته که باید سرانشان به پاکستان تحویل داده شود که آن را بارها کابل رد کرده. حکومت طالبان میگوید که به هیچ کس اجازه داده نمی شود که از خاک از خاک افغانستان علیه کدام کشوری یا هم کسی استفاده صورت بگیرد. ولی آنچه که در چند زمان یا هم سال گذشته و در چندین ماه دیدیم، پاکستان بارها از حکومت طالبان همین را میخواهد تا یک جا با علیه گروه های تروریستی که در پاکستان امنیت پاکستان را در خطر می اندازد باید اقدام جدی صورت بگیرد و آن را بارها کابل رد کرده. از سوی دیگر اگر ببینیم حکومت طالبان میگوید که در افغانستان هیچ گروه وجود ندارد، اما آنچه که آمریکا از خود در شما هم روز گذشته در گزارش داشتید مختار که امریکا انتقاد کرده از حکومت طالبان برای جلوگیری نکردن یا هم مانع نشدن گروه های تروریستی همچو داعش و القاعده در خاک افغانستان. از سوی دیگر مسکو نیز نگران این موضوع می باشد. مسکو روسیه البته دبیر شورای امنیتی روسیه که یوری کوکوف می باشد او با ابراز نگرانی گفته که موجودیت داعش یا هم برنامه داعش امکان دارد که این گروه نفوذ کند به کشورهای آسیای میانه و یا هم به روسیه که آن را هم حکومت طالبان رد کرده. حمدالله فطرت که معاون سخنگوی طالبان می باشد، او امروز در گفتگو با تلویزیون ملی گفته که این گروه یا هم گروه داعش در افغانستان به کلی سرکوب گردیده و اکنون هیچ وجود هم ندارد. پس از این اظهارات یا هم گزارش
هایی که میبینیم دیده می شود که اکنون پاکستان از خود چه واکنش نشان میدهد. از یک سو پاکستان بارها خاک افغانستان را متهم کرده، از سوی دیگر در این اواخر هند را متهم میکند. پس دیده می شود که اکنون پاکستان از خود در برابر این حمله که حمله گسترده بوده و تعداد زیادی از سربازان پاکستانی کشته شده چه واکنش نشان میدهد و همچنان مختار دیده باید شود که طالبان از خود چه جواب یا چه پاسخ خواهد داشت، زیرا از یک سو آمریکا فشار وارد میکند، از سوی دیگر روسیه هم ابراز نگرانی کرده و پاکستان هم از طالبان میخواهد که باید در این حصه کمک کند. و در آخر خیلی کوتاه هم میگویم که مقامات پاکستان چندین بار از کابل برای همین موضوع بازدید کرده، به ویژه وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار که به کابل رفته بود و رسانه‌های پاکستانی میگوید که طالبان به اسحاق دار تضمین داده که به هیچ کس را اجازه نمیدهد که علیه پاکستان حمله کنه یا هم فعالیت‌های توریستی خود را ادامه دهد. بله مختار. بسیار خوب، سپاسگزار هستم از تو مسکا صافی، خبرنگار کاکتوس نیوز و از